در فرهنگ ما یک عباره هست که میگن که روباه صفت وفایش مثل سگ. بی‌ترسید از آنهایی که روباه صفتند اما ادای وفای سگانه را میدهند. یک مثال و یک تمثیلی بسیار زیبایی هست در ادبیات ما که یک روز روباه با شتر عهدی برادری میبندند و هر دو فرزندی داشتند. از صبح تا عصر روباه فرزندان رو نگهبانی میکرد، شتر به سیر میرفت و از عصر روباه. روز شتر بیرون رفت، روباه جهید و فرزند شتر را چاک کرد و همگی با فرزندانش بخورد. چون شتر برگشت، روباه جهید و به او گفت: شتر رفیق من چندان نگهبان خوب نبودم. چون تو رفتی گرگی آمد و فرزند ما را از بین برد. شتر گفت: فرزندی من یا فرزند تو؟ روباه گفت: برادری عزیز، ما که عهد رفاقت بستیم، چه فرق دارد فرزندی من یا فرزندی تو؟ چون شتر دید که فرزند خود را از دست داده است، به این روباه صفتی روباه باور کرد عزیزی خود را از دست داد. این گونه خصلت های روباه صفتی در بین انسان ها زیاد بوده که ادبیات ما، فرهنگ ما، ادیبان و شاعران و نویسندگان ما زیاد پیرامون این حرف زده‌اند که حضرت اقبال میگویند: وفاداران سه قسمند اربدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. زبانی را زی منصب عزت ده، زمین بر سر نهر بنانی. اگر باغ بخواند دیگران را، بباید از وی دست برانی. اگر ذوق ملاقاتی تو دارند، جوابش ده به حرف لن ترانی. وفاداران جانی را به دست دار، اگر خواهی ز جانان جان ستانی. لن ترانی این پاسخی بود که خداوند به حضرت موسی علیه السلام وقتی که خواست جمال خدا را ببیند، پاسخ آمد که لن ترانی، یعنی تو هرگز نخواهی دید. و این گونه دوستان را عزیزان هرگز میل دیدن ننماید. پیروز و سعادتمند و کامگار و همیشه موفق بماند، با خیرت بماند تا بهترین ها را بخواند.